سلام علیکم بیننده های عزیز، وقتی همگی شما بخیر. امیدوارم در هر سرزمینی که هستین، در هر جایی که ما رو میبینید تندرست و سلامت باشین. خوشبختانه ما امروز با تعدادی از اعضای فامیل و دوستا آمدیم به جنگل پسته یا در منطقه پستلق به خاطر ساعت تیری و تفریح و این مسائل. ولی بر پهلوی از اینکه ما لذت بردیم از این طبیعت و از جنگل پسته، ولی پسته یا جنگل پسته متاسفانه زخمی میبینیم. یعنی هیچ درختی، شاید صدها هزار یا به میلیون ها درخت پسته در پستلق مشاهده میشه، هیچ درخت سالم باقی نمانده. یعنی همه درخت ها زخمی هم، بدن اینا 50% حتی 60% تا 80% قطع شده. ما از تمام دوستا، از تمام کسایی که در ساحه پستلق زندگی میکنن یا از جنگل پسته به اصطلاح مستفید میشن یا به مقاصد مختلف میان اینجا از جنگل پسته استفاده میکنن یا به تفریح میان، از اونا خواهش میکنیم، تقاضای ما اینه که به جنگل پسته آسیب نرسونن و ما توقع داریم که هر کس به نوبه خود در حفظ جنگل، در حفظ درختای پسته سهم بگیره. ولی اگر سهم گرفته نمیتونن، حداقل جنگل پسته یا درختای پسته زخمی نسازن، آسیب نرسونن. و این تنها از نسل کنونی نیه که ما فعلا زندگی میکنیم در جنگل یا در پستلق. این نسل در نسل بعد از این استفاده کنه و این از هزاران سال قبل به این طرف باقی مانده و ما از این جنگل استفاده میکنیم. در پهلوی از این که منظره طبیعی را ایجاد کرده، یک منبع اقتصادی خوبیه برای مردم و به خصوص در این سالهای اخیر تغییر اقلیم ایجاد شده. ما شما میفهمیم که در وقتی که تغییرات اقلیم ایجاد بشه، بسیار از محصولات زراعتی آسیب میبینه و قابل زرع باشه هم محصولی نمیده. ولی خوشبختانه جنگل پسته یا درخت پسته در مقابل تغییرات اقلیمی یا در مقابل گرما فوق العاده مقاومه و محصولی خوب میده و محصولی با ارزش تولید میکنه. پیام من این هست که همه دوستا، همه عزیزایی که از سراسر افغانستان به اینجا تشریف میآورن، در حفظ جنگل، در مسئولی بودن جنگل سهم خود حصه بگیرن تا باشه تا یک فضای سرسبزی، فضای با تراوتی که از هم استفاده کنن. دیگه امروز هم تاریخی 28 دلو 1404 که انشاءالله خداوند بخواه امشب هم ماه مبارک رمضان. دیگه تا بعد از ماه مبارک رمضان دیگه شما را به الله میسپاریم. باز بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله اول حمل عید است و باز انشاءالله به خاطر تفریح و منظره به اینجا حتما اگر حیات باقی بود انشاءالله تشریف بیاوریم. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر.